دوستان عزیزم سلام. خب بریم سراغ بازی سوم از شروع بازی گامبی ایونز. اگر ویدیو تحلیل بازی ایونز رو ندیدید، شروع بازیش رو، این ویدیو مناسب شما نیست. اول برید اون ویدیو رو ببینید، لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن. اگر تمایل داشتید تماشا کنید و الا با نگاه کردن به این ویدیو وقتتون رو هدر ندید. اگر خیلی علاقه‌مند به شطرنج و تاکتیکاش هستید و با شروع بازی گامبی ایونز آشنا هستید، این ویدیو میتونه براتون مناسب باشه، چرا که خودم توی این ویدیو شروع حرکات رو توضیح میدم و ایده حرکات رو کم کم توضیح میدم، اما لاین عمیقش رو ویدیو کامل داریم، میتونید تماشا بفرمایید. بریم با هم بازی رو روی صفحه ببینیم. یکی از بازی‌های نایجل شورت هست که با مهره سفید اینجا بازی میکنه با حرکت E4 E5 اسب F3 اسب C6 فیل C4 فیل C5 و حرکت B4. شروع شدن بازی ایونز و حالا فیل در B4 C3 با ایده حرکت D4 فیل A5 شاخه اصلی شروع بازی. یه ویدیو دیگه هم داریم زمانی که فیل برمیگرده E7 رو میتونید تماشا کنید. D4 در D4 و قلعه گیری اینجا حرکت خیلی خوبیه، اما توی بازی حرکت وزیر B3 اتفاق افتاده. بعد از وزیر B3 حمله به پیاده F7. سیاه ناچاره با حرکت وزیر E7 یا وزیر F6 که لاین اصلیش وزیر F6 هست بازی رو ادامه بده. سفید قلعه گیری میکنه و الان حرکت فیل B6 با ایده حرکت اسب A5 و حرکت دست به نقد سفید با E5. بعد از E5 وزیر J6 پیاده در D4 و اسب A5. توی ویدیو شروع قبلیش کاملا توضیح دادیم که چرا اسب در D4 اشتباهه و سیاه نباید این پیاده رو بگیره. بنابراین توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید. بعد از اسب A5 وزیر A4 اسب در C4 وزیر در C4 و اسب E7. ایده سفید A4 فیل A3 میتونه بعد از A4 A5 رو هم بازی کنه، برتری فضای خیلی خوبی بگیره از سیاه، ولی اینجا بازیکن سفید حرکت فیل A3 رو بازی کرده، یعنی نایجل شورت، و هدفش هم جلوگیری از قلعه‌گیری سیاه. حرکت وزیر E6 پیشنهاد تعویض وزیر رو میده به نایجل شورت. نایجل شورت اینجا حرکت D5 رو بازی. بعد از D5 وزیر در D5. دقت کنید که سیاه نمیتونه با اسب بگیره. بعد از اسب در D5 سفید بلافاصله میتونه اسب J5 بازی کنه و وضعیت خوبی رو کسب کنه. بنابراین وزیر در D5 وزیر E2. سفید کلی پیاده قربانی داده و دوست نداره وزیر رو از بازی تعویض کنه، بنابراین وزیرش رو میاد به E2 و سیاه هم با حرکت اسب G6 بازی رو ادامه میده. بعد از اسب G6 اسب C3 گرفتن تمپ از سیاه با حرکت با تهدید وزیر توی خونه D5. اما سیاه هم بازیکن خیلی خوبیه و بازیکن قدرتمندیه. بلافاصله با حرکت اسب F4 وزیر E2 رو تحت. اگر اسب در وزیر اسب در E2 کیش و سیاه به وضوح خوبه، پیاده جلوه، میبره بازی رو. اگر وضعیت رو بدید به انجین احتمالاً میگه مساویه، ولی به لحاظ انسانی سیاه درست قلعه گیری نکرده ولی دو تا فیل داره، دو تا هم پیاده جلوه و رفته رفته میتونه بازی رو مدیریت کنه. بنابراین سفید امتناع میکنه از تعویض وزیرها و وزیرش رو میاد به خونه B2. وزیر D3 و با ایده حرکت وزیر G6 فشار روی پیاده G2. نایجل شورت تلاش میکنه که با رخ A ستون E رو بگیره و تهدیداتی رو برای شاه سیاه رقم بزنه، ولی خیلی جدی نیست برای سیاه و با حرکت وزیر G6 تهدید ماتی رو انجام میده. اسب 4 دفاع از پیاده G2 که حرکت خوبی هم هست و بعد از اون وزیر G4 و مجددا حمله به اسب تو خونه H4. سفید راهی نداره جز G3 و دفاع از اسبش و الان اسب D3 و بعد از اسب D3 وزیر C2 اسب در E1 رخ در E1. با انجین اگر آنالیز بکنید همچنان این وضعیت رو مساوی میگه، چرا که با اینکه سیاه تفاوت جلو هست، پیاده هم جلو هست، اما قلعه گیری نکرده. سوارهای سفید به وضوح وضعیت خوبی دارن و سفید میتونه بلافاصله با حرکات اسب D5 پیاده C7 رو تحت تاثیر قرار و با بازی اسب F5 پیاده G7 و اسب E3 اسب C4 ایده‌های خیلی خوبی هستن که برای سفید میتونه رقم بخوره.
بنابراین سیاه شاه D8 رو بازی کرده. همین الان میخواد با رخ E8 خونه E7 رو کنترل. اسب D5 رخ E8 خونه رو کنترل کرده، خونه E7 رو، و الان رخ E4. تا الان وضعیت رو بدیم به انجین میگه مساویه، اما فشار روانی تفاوت از دست دادن، پیاده دادن و دو فیل داشتن سیاه باعث اشتباه نایجل شورت میشه. با حرکت رخ E4 حمله کرده به وزیر. وزیر میاد به E6 و اسب F4. بعد از اسب F4 وزیر C6. مجدد پیشنهاد تعویض وزیر. همونطور که دارید میبینید سیاه مدام میتونه با تهدید کردن وزیر و تعویض وزیرها بازی رو به دست بگیره. نایجل شورت از سر ناچاری رخ رو میاد به C4 حمله میکنه به وزیر و فشار میاره به ستون C. وزیر B5 و برتری که سیاه قرار هست با حرکت E5 به دست. به علاوه اینکه هر آن ممکنه با حرکت G5 مواجه بشه، بنابراین سفید اسب رو میاد به خونه F3 و الان فیل سفیدش رو هم داره فعال میکنه و بعد از اون سیاه میتونه بازی رو مدیریت کنه. E در D6 فیل F5 و حمله به وزیر تو خونه C. کیش شاه C8 و همه چیز برای سیاه اینجا خوبه. نایجل شورت مجبوره که وزیر رو تکون بده و میاد به خونه C1. وزیر B1 و تعویض وزیرها به صورت اجباری. توی دیتابیس اینجا نایجل شورت حرکت اسب J5 رو بازی کرده. من نمیدونم اشتباه ثبت شده یا واقعا حالش خوب نبوده این حرکت رو انجام داده. شما میتونید به این وضعیت فکر کنید و ببینید که چیکار کنه که سیاه همین الان بازی تموم شد. درسته که سیاه بعد از حرکت رخ یک کیش وزیر سفید رو میگیره و همینجاست که نایجل شورت تسلیم میشه توی، چرا که مثلا بعد از رخ در یک وزیر در یک و شاه G2 پوزیسیون سفید هیچ شانسی برای ادامه نداره و کاملا بازی رو از دست داده. این هم یه ویدئویی بود برای اینکه ببینیم که سیاه باید چه کار کنه تو این وضعیت. دو تا ویدئوی دیگه هم داریم که تو اونا سفید برنده شده. از اینجا ویدئو رو آنالیز کردیم. اگر دوست داشتید میتونید اون دو تا ویدئو رو هم ببینید، لینکشون رو میذارم توی دیسکریپشن. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.